رفیق گل سلام، حالت چطوره؟ خوبی داداش؟ سلطان بزن بریم که بهت بگم چطوری جی تی ای رو به صورت رایگان واسه موبایلت نصب کنی. یه آموزش کامل از آموزش نصب این بازی واسهتون آماده کردم که توی سایت واسهتون گذاشتم. این آیدی سایت منه. آیدی سایت رو تایپ کنید و اینجا توی گوگل سرچش بکنید و وارد سایت بشید. وارد سایت که شدید باید یه دونه حساب کاربری بسازید. اینجا روی قسمت حساب کاربری میزنید و اینجا ثبت نام رو میزنید. ثبت نامو که زدید شماره موبایل خودتون اینجا وارد میکنید. رمزم واسش میذارم، حالا هر چی که گذاشتید. بعد اینجا گزینه ادامه رو میزنم. فقط کافیه بیاد این پایین قسمت جی تی 5 اندروید رو بزنید. وقتی که وارد شدید اینجا فقط کافیه ثبت نام دوره رو بزنید و اینجا توی این قسمت مشاهده سبد خرید رو بزنید. سبد خریدتون رو باز کنید، ولی دقت کنید اصلا رایگانه، نیازی به خرید چیزی نیست. میاد این پایین ادامه جهت تصویر حساب میزنید و اینجا نام و نام خانوادگیتون رو وارد میکنید. حالا من اسم خودم رو وارد میکنم، احسان قادریگانه. شماره موبایل، ایمیل هم اختیاری، میتونید بزنید میتونید نذارید. و این قسمت گزینه ثبت سفارش رو بزنید و تموم شد. الان شما دسترسی دارید به دوره، میتونید برید دوره رو نگاه کنید. فقط کافیه بیاید بزنید روی این قسمت، روی گزینه اسی پلی بیاید پایین جی تی 5 اندروید رو باز کنید و دوره الان واسه شما فعالیت خورده که بیاد پایین. اینجا ویدیوهای دوره رو باز میکنید، یه ویدیو مقدمه داره اینو میبینید و یه دونه آموزش نصب بازی. این دوتا آموزش رو به صورت کلی من واسهتون آموزش گذاشتم، جمعاً هم 10 دقیقه است. برید ویدیو آموزشیشو ببینید و یاد بگیرید و بازی رو واسه خودتون نصب کنید. خیلی مخلصیم، بدرود.